تا حالا فکر کردید چرا ما ایرانی‌ها پشت سر مسافر آب می‌ریزیم؟ ریشه این رسم زیبا برمیگرده به 1400 سال پیش و سرنوشت سردار هرمزان. وقتی هرمزان فرمانده ارتش ایران اسیر شد، حکم اعدامش قطعی بود. او تشنه بود و از خلیفه آب خواست. جام آب رو گرفت اما دستش می‌لرزید. گفت: میترسم موقع نوشیدن من را بکشید. خلیفه برای اینکه خیانش رو راحت کنه قسم خورد: نترس، تا وقتی آن آب را نخورده‌ای در امانی و کشته نمیشوی. هرمزان که منتظر همین جمله بود، بلافاصله جام آب رو روی زمین ریخت. خلیفه مبهوت موند، چون طبق قسمش تا آب خورده نمیشد نمیتونست او رو بکشه. هرمزان با ریختن آب روی زمین عمر دوباره گرفت و از مرگ نجات پیدا کرد. میگن از اون روز آب ریختن پشت سر کسی نماد روشنایی و بازگشت به زندگی شد. ما آب میریزیم تا مسافرمون مثل هرمزان صحیح و سالم به خونه برگرده. برای شنیدن رازهای فرهنگمون ماورا رو دنبال کن.